سلام، این ویدیو میخوام این بازی که اینجاست نینجاز کرید، این بازی رو میخوام معرفی کنم. اوکی، اول میزنیم روش. این بازی نیاز به وی پی هم نداره بازی کردنش. خب اینجا اول برای ما اینجا چند جا میاره. اولیو که میزنیم اینجا جایی که مثل بازار میمونه. اگه دلار داشته باشی خب میتونی اینجا خرج کنی، یا اینجا خودش روزانه یکی بهت رایگان میده، یا اگه الماسات زیاد شه میتونی از ستای بعدیش هم استفاده کنی. البته بیشترین آفا یه روز است، یعنی 24 ساعت بگذره نخریش از بین میره. من خودم لول 8 این بالا معلومه. دومی میزنیم. اینجا لیست قدرت هایی که داری، مثلا این سمت چپیه باعث میشه که کند بشه، یعنی وقتی زوم میگیری حرکت فردا کند میشه، راحت تر میشه. این وسطی رو همونطور که میبینی خودم هنوز ندارم. این سمت راستی عقابه، یه عقاب میاد رو دستت، فکرم هر بارم که استفاده میکنی برای 10 دقیقه بازی نمیتونی استفادهش کنی، که وقتی شما اینو استفاده میکنید باعث میشه بفهمید هدف دقیق کدومه. مثلا یه فلان هدف رو بزن، اون بالا مینویسه مشخصاتشو، شما پیداش نمیکنی، از عقاب استفاده میکنی، بالا سرش یه علامت قرمز میاره. آره، این سومی رو میزنین. اینجا میتونین وسایلتون رو بخوانید، مثلا تیر کمون جدید و اینجور چیزا. البته من هنوز با خاطر مشکلات اینترنتی لود نشدم. این سومی فیودی والا هنوز نمیدونم چه، ولی پولشو دارم همونطور که نگی کنید. اینم میخریم بسه باش. اوکی. این چهارمی قسمت آپگرید، چیزایی که مثلا بخوایی میتونین آپگرید کنید. علامه همه چیزم مکسه. اوکی، این برای دو تا گزینه هست، دیلی میسیون و نیو بیل تکست. اوکی، این نیو میسیون همون جایزه روزانه، تو اگه کاری کنی جایزه یاد میگیری. چه میدونم مثلا 5 بار بدون باخته کنی. اینجا نوشته دیگه. اوکی، خب پایینیشو میزنی. اینجا دیگه واقعا همون هر روزی که لاگین شی بهت 3 تا مأموریت میده، انجامش بدی بعد 7 روز بهت یه دونه تیر کمون میده. از این تیر کمون خفن. خب آخرین گزینه رو میزنیم، میاد اینجا این مپ بازی. اوکی، ببین وسایل زیادی داره برای بازی کردن، مدل مختلفی داره. اوکی، مثلا این قسمت برای اینکه کلا یه ذره پول نذاشتی بیای اینجا، چون که فقط یه تیر کمون میخواد. این قسمت مرحله به مرحله تقویتت میکنه، یعنی یه مقدار که بگذاری میگه فلان چیزو نداری برو بخر، حتما هم موقع پولشو داری بری بخری. چند کشف نکردم، اما الان میخوام باهاتون 2 دست بازی کنم. من اگه اینم چقدر زمان ویدیوم رفته. اوکی، 4 دقیقه بیشتر نرفته، وقت داریم. 2 دست بازی. این جنگ با رئیس، هر یه ذره که لول اپ بشی یه رئیس میاره برات. 4 تا رئیس هستی، 4 تا زیر دست داشت که من این 4 تا رو زدم. الان این رئیس اصلیشه. گفتم که به اینجا رسیده بیام ویدیو بگیرم. اوکی، ببین من 4 تا رو زدم. مثل این که میگه هنوز نمیتونیم بریم برای اون رئیس آخری باشه، چون یادم مرحله رو رفتم.
ببینین کند میشه. متوجهم شدم. فرشون ها جان، من این بازی رو انجام دادم، نیازی نی دوباره انجام شدم، وقتمون بگیرم. اوکی، هدش رفت. بعد این بازی ضربه سرعتی هم داره، یعنی نیاز نیست حتما تا ته اون نشونه پرشه، میتونیم وسطاش ول کنیم، تیر خودش پرتاب میشه. تقریبا به همون جا میخوره ها، ولی باید حواستون باشه. این بازی راستش خیلی چیزای زیادی میخواست، یعنی من یه حتی خیلی زیادی از بازی کردن این بازی عقب بودم، اما الان همونطور که میبینید همه چیزشو اوکی کردم. گفتم از اینم فیلم بگیرم. این همون رئیس نهاییه بود که بازیش نکرده بودم، نمیدونم. حالا همین رئیس نهاییه رو میزنیم ببینیم چی میشه. این برای خودش داره عبادت میکنه، ما هم میزنیم تو کلش. اوکی، سونو بردارم جایی که میخوام. نمیذاره اونو بزنم، یعنی چی؟ اوکی، تست میکنیم. خب اگه اونو نزنیم کیو بزنیم؟ اینو بزنیم باشه. ببینین کند میشه. اوکی، تو بیا اینو نوشه جان کن. یه لحظه صبر کنیم من جامو عوض کنم. اوکی، الان خدایی دیگه دارم از همینجا بزنمش دیگه. نمیشه. این تیر رو کنسل کن. احتمالا بعدی همین باشه دیگه. اوکی، یه هده تو میزنم، اون یکی هم نفهمیده، یه هده اونم میزنم، نشد. از این نیاز نی فقط هد بزنی ها، ولی فقط هد جالب تره، چون اصلا یه ذره انگار سطح بازی رو خیلی گذاشتن رو ایزی. خوشم نگو این میخواد مقاومت کنه، تا حالا مقاومتشون رو ندیدم. البته بوده ها، ولی در اون حد که فکرشو کنید نبود. مثلا چند تا تیر میزدن که هیچ وقت با هدف نمیخورد راستشو بخوای، یا مثلا هیچی، فقط همین مقاومت رو داشتن و اینا فرار میکردن. در حین فرار زدنم خیلی باحال بود. اوکی، این هم زدیم. زیاد نم داخل. برای آرنای دومم باز شد وسایل. اوکی، و اینکه اگه شما کنم اینجا یه قسمت عالی داشت، بایستی اینم میتونم پیداش کنم. اینجا نبود، توب گرید هم نبود. چیز جدید باز شد. اوکی، هر 8 ساعت بهم 10 تا میده. دمش کرد. اینجا میتونید استفاده کنید. 100 تا بهتون میده روزانه، که به نظرم 100 تا خیلی خوبه. من که همونطور گفتم این بازی وی پی نمیخواد، ولی یه میزان انرژی دارین تو بازی. اگه بالای صفحه رو نگاه کنید میتونید ببینیدش. پیداش کردم. اینجا یه قسمت دیگه است، الان پیداش کردم. بزنید عقب اینجا. خدا شکر داشتم نمارش میگشتم. این قسمت اول
عملا هیچی نی، شما اصلا بهش توجه نکن. اوکی، این قسمت بالا که داره چشمک میزنه ذره بالاتر از اون لاگینه که حالا فعلا من لاگین نمی کنم. بریم بخش دوم. اینجا یکی بهترین جاست. چرا؟ چون خیلی بار میگه این میزان ستاره بگیری بهت اینقدر میدم. مثلا من الان مرحلهشو کامل کردم 50 داده، الان 200 الماسم. حالا هر روز یه تعدادی باید بگیری که مجبورت کنه هر روز باز کنی. این سومین تنظیماتشه که من اصلا نمیرم توش. این چهارمین آرناه که هنوز لودش نکردم. اوکی، حالا دوباره استارت میزنیم. این تالنت و اینو میخرم به جاش. بذار خب این میگه فقط اگه تیر بزنیم بقیه متوجه نمیشن که بشنم، نمیتونم کاری کنم. اوکی، این ساعت تیر رو میبره بالا، ولش کن. این هم میگه توی 5 متر نمیم یه اتفاق خاصی. این به نظرم باحاله بود، همینو میخریم. اوکی، که بستگی داره ببینم میتونم دو اینو بذارم یا نه. بذاریم دقیقه چنده؟ دقیقه 12. پس من یه دستی بازی میکنم، اینم تست کنیم بهتون نشون. اوکی، چیز جالبی داشت، اینا جدیده من قبلا ندیدم. اینو بزن دیگه. اوکی، اینو میزنی میگه چند چیزه کامبلت میشون، همون بردن بازی که ستاره داره. ویشون دونیز انکلند درک نمیدونم چیه. بعد کیل ویر همون گارسون خودمونه. میگی این هدف و گارسون رو بکش. اوکی، کاری نداره. این استارت میشون میزنیم. خب اوکی، اون پایینه که 100% هده این پایینیه رفت تا کسی متوجه نشده هده اون بره. اوکی، بعد فکر کنم گارسون این بد باشه، هده این میره. احتمالا اون کسی هستش که ما باید هدش کنیم. کیل اینم رفت. اوکی، بس هدشات. این بازی هم برد. من نفهمیدم اون جدیده چیه. خب الان دیگه همه چیز بازی رو توضیح دادم و فکر نکنم چیز بیشتری باشه. اوکی، من برم برای آپلود ویدیو. لول هم هستش که من الان روی لول زدم، من لودش نکردم. ولی قسمت لول اینطوری که هرچی لولت هم بره بالاتر انرژیت فول میشه. یعنی که انرژیت خالی شده، چیزو گرفتی، حوصله نداری زمان بذاری، میتونی لول اپ کنی بجاش. یعنی مثلا الان لول من به جای 8 برسه به 9 میشه، کل انرژیم پر میشه و 10 تا الماس میگیرم. آره اینم خواستم دوزی بدم. من که آره پول تو این بازی زیاد مونه، ولی برای خرید بیشتر چیزا یا نیاز به لول دارن یا نیاز به الماسن. یا اگه بخوای آپگرید کنی یه میزان آپگرید بالا بخوای انجام مثلا لول 6 بکنیش 7، باید علاوه بر پول یه میزان زمان بذاری یا الماس بدی که به نظر من هیچ وقت الماس نمی خیلی از دست میدین، چون خیلی فرصت بهتری برای خرج الماس هست. خدافظ یا همون بدرود.